روزتان بخیر باشد محترم جناب رئیس. لطفاً تبریکات صمیمی و تمنیات نیک این جانب را به مناسبت سال نو سنتی چین با تقویم قمری عید باستانی بهار بپذیرید. سال اسب آتشبار رمز نیرو، توانایی و حرکت به پیش می باشد. از صمیم قلب به شما پیش از همه صحتمندی بردوام، نیروی استوار و کامیابی های نوین در فعالیت دولتیتان آرزومندم. با مردم دوست چین بزرگ صلح و امانی و پیشرفت پایدار می‌خواهم. جمهوری مردمی چین تا امروز در ساحه‌های گوناگون حیات به کامیابی‌های بی‌نظیر نائل گردیده است. کشور شما با طفیل اقدام و تشبس‌های گلوبالی بنیادکارانه پیش‌صف تمایل‌های کلیدی زمان ما میباشد. ما از این دستاوردهای همسایه نزدیک و با اعتماد خود خوشحالیم. آن هم باعث فرهمندی است که مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و چین در قالب شریکی همه‌جانبه استراتژی جریان بلندی رشد را کسب کردند. همزمان با این کشورهای ما در چارچوب ساختارهای بین المللی و منطقوی بسیار جانبه در هم آهنگی زیچ همکاری دارند. سهم شخصی شما را در پیشبرد این روندهای سازنده مطابق با منفعت‌های اصلی مردمانمان بلند قدر می‌کنم. در این سمت به همکاری سرمحصول می‌باید با شما امید می‌بندم. باور دارم که در جریان مذاکرات و تماس‌های سطح عالی در پیش ایستاده سال روان، رابطه‌های بین دولتی دو کشور را با محتوای نوی عملی باز هم غنی خواهیم گردانید. انتظار ملاقات‌های نو با شما دوست گرامی هستم. بار دیگر عید بهار و سال نو مبارک باشد.